حرمه خانومم که چند وقت پیش در محضر شما بودن. آها همینه. بله گله کردن. وقتی که رفته بودیم پیش مزار شهدا سر مزار بابای من نرفتم. مزار بابای من قطعه پنجم بود. توفیق پیدا نکردیم. انشالله توفیق پیدا کنیم بریم. بودن چرا سر قبر پدر ما نرفت. میرم انشالله. با امید خدا انشالله یه روزی میرم.